سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به راهنمای مدرسه شناختی. این راهنما رو پژوهشکده علوم شناختی منتشر کرده. میخوایم ببینیم اصلا این رویکرد شناختی چجوری نگاه ما رو به آموزش و یادگیری و حتی هوش تغییر میده. آماده اید ببینیم مدارس شناختی چی دارن که اینقدر متفاوتشون میکنه؟ سلام، دقیقاً نکته همینه. جالبه که این راهنما فقط یه سری حرف تئوری نیست، نه، حاصل تجربه عملی توی مدرسه ابتداییه. قشنگ نشون میده چطور میشه با کمک یافته‌های علوم شناختی یادگیری رو بهتر کرد، موانع آموزشی رو کم کرد. یعنی نگاهش خیلی فراتر از اینه که فقط یه سری اطلاعات رو منتقل کنیم. خب پس بیایم از اول شروع کنیم. اصلا این مدرسه شناختی که میگیم یعنی چی؟ ایده اصلیش چیه؟ انگار همه چیز حول دانش آموز میچرخه، درسته؟ بله، کاملا دانش آموز محوره. ببینید، راهنما میگه معلم اینجا بیشتر نقش تسهیلگر رو داره. دیگه اون حالت سخنران سنتی نیست. هدف اصلی اینه که یه شرایطی فراهم بشه که خود بچه با انگیزه درونی خودش یاد بگیره. خودش یادگیریش رو مدیریت کنه، خودش ارزیابیش کنه. پس فقط یاد گرفتن ریاضی و علوم نیست. نه اصلاً. هدف خیلی بزرگتره. پرورش یه انسان مستقل، خلاق، مسئولیت پذیر، کسی که از نظر شخصیتی، اجتماعی، عاطفی رشد کرده باشه. جالبه که گفتید این نگاه حتی روی فضای فیزیکی مدرسه هم تأثیر داره. آره، دقیقاً. محیط هم باید در خدمت همین هدف باشه. یعنی استاندارد باشه، امکانات داشته باشه و جوری باشه که اون حس جدایی کلاس درس از زندگی واقعی از بین بره. باید کنجکاوی بچه رو تحریک کنه. میدونید یکی از بخشایی که به نظرم خیلی تکون دهنده است، این تغییر اولویت‌ها تو یادگیریه. ما همیشه میگفتیم دانش، مهارت، نگرش، یعنی KSA. ولی اینجا میگه نه، اول نگرش، بعد مهارت، آخر دانش. ASK. این یعنی اول باید دیدگاه درست باشه؟ دقیقاً. این یه تغییر خیلی اساسیه. استدلالش همینه که اگه نگرش درست نباشه، یعنی اون کنجکاوی، اون انگیزه، اون طرز فکر، خب فرد اصلا نمیدونه دنبال چه دانشی بره. یا حتی اگه مهارتی هم داره، چجوری ازش درست استفاده کنه. آها. اینجاست که یه مفهوم دیگه هم خیلی مهم میشه. کفایت هیجانی. یعنی چی؟ یعنی بتونیم هیجانات خودمون رو بفهمیم و مدیریتشون کنیم. این مستقیم روی نگرش ما به یادگیری اثر میذاره. که اینطور. پس اگه نگرش و هیجان اینقدر مهمن، تکلیف هوش چی میشه؟ چون راهنما خیلی روی نظریه هوش‌های چنگان گاردنر تاکید داره. یعنی دیگه اون تست آیکیوی قدیمی که یه عدد به ما میداد ملاک نیست؟ دقیقاً همینو میگه. میگه آقا هوش که فقط یه مدل نیست. گاردنر از 9 نوع هوش حرف میزنه. مثلا زبانی، منطقی ریاضی، فضایی، موسیقیایی، بدنی، بعد بین فردی، درون فردی، طبیعتگرا، حتی وجودی. 9 تا؟ بله، مدرسه شناختی سعی میکنه ببینه هر بچه‌ای تو کدوم یکی از این زمینه‌ها قوی‌تره، استعدادش کجاست و همون رو پرورش بده. و نکته مهمتر این که تو ارزیابی‌ها بچه رو با خودش مقایسه میکنن، نه با بغل دستیش. رقابتی نیست. آها، پس هدف کشف اون پتانسیل منحصر به فرد هر فرده. این نگاه به ارزیابی واقعاً فرق میکنه. خب اگه اینقدر روی خود بچه و انگیزه‌هاش تاکید هست، محیط یادگیری باید چطور باشه که اینها شکوفا بشن؟ راهنما روی یه اصل خیلی کلیدی تاکید میکنه. میگه محیط باید محرک باشه، چالش داشته باشه، ولی تهدید کم باشه. چالش خوبه، تهدید نه. دقیقاً، چون یادگیری با چالش جون میگیره، ولی اگه بچه احساس تهدید کنه، یادگیری متوقف میشه. پس محیط باید دانش آموز محور باشه، تعامل و همکاری رو تشویق کنه، از تکنولوژی‌های جدید درست استفاده کنه و مهمتر از همه، فضا باید گرم و صمیمی و حمایت کننده باشه. که بچه احساس امنیت کنه. بله، امنیت روانی خیلی مهمه تا جرأت کنه، ریسک کنه، چیزای جدید رو امتحان کنه. و در مورد خود روش‌های تدریس چی؟ به یادگیری مبتنی بر مغز هم اشاره شده. این دقیقاً یعنی چی؟
چطور روی برنامه درسی اثر میذاره؟ خب ببینید، اساس این نگاه اینه که مغز ما یه سیستم یکپارچه است. اینجوری نیست که بگیم نیمکره راست این کارو میکنه، نیمکره چپ اون کارو. نه، یادگیری واقعی کل مغز رو درگیر میکنه. مغز یه سیستم پیچیده و اجتماعیه، برای همین برنامه درسی هم نباید درس‌ها رو از هم جدا کنه. یعنی دیگه زنگ علوم جدا، زنگ ریاضی جدا اینجوری نباشه. دقیقاً. راهنما میگه برنامه درسی باید تلفیقی باشه. یعنی موضوعات مختلف، مثلا علوم، ریاضی، هنر، ادبیات، ورزش، اینا باید به هم ربط داده بشن تا یادگیری واسه بچه معنادار بشه. بتونه ربطش بده به زندگی واقعی خودش. فعالیت هم باید خیلی متنوع باشن. مثلا چه فعالیت‌هایی؟ مثلا حل مسئله‌های واقعی، نه فقط مسئله‌های کتاب. پروژه‌های گروهی، شبیه‌سازی، نمایش، موسیقی، کارهای هنری، فعالیت بدنی، همه چی. پس اگه بخوایم یه جنبندی برای شما که میشنوید داشته باشیم، مدارس شناختی هدفشون فقط انتقال یه سری اطلاعات نیست، بلکه میخوان انسانهایی رو پرورش بدن که کنجکاون، خلاقن، مستقلن و خودشون میتونن یادگیریشون رو هدایت کنن. و اینکه اولویت رو میدن به نگرش و هوش‌های مختلف رو به رسمیت میشناسن، این واقعا نگاه رو عوض میکنه. بله، و نکته کلیدی همون محیطه. محیطی که هم امن و حامی باشه، هم به اندازه کافی چالش برانگیز باشه که ذهن فعال بمونه. در واقع این راهنما به ما نشون میده که آموزش میتونه خیلی تجربه غنی‌تر و زنده‌تری باشه نسبت به اون چیزی که فقط حفظ کردن اطلاعاته. و شاید یه سوالی که در آخر خوب از خودمون بپرسیم اینه: چطور میتونیم فقط هم نه تو مدرسه، تو زندگی روزمرمون، به جای اینکه فقط تمرکز کنیم روی چی یاد بگیریم، بیشتر روی این تمرکز کنیم که چطور میتونیم اون عشق به یادگیری و اون کنجکاوی همیشگی رو تو خودمون و آدمای دور و برمون زنده نگه داریم و پرورش بدیم. شاید جواب این سوال کلید اصلی یادگیری عمیق و پایدار باشه.